زندگی کنه. تقریبا حدود 1 ماه مونده بود به تولد اولین فرزندم که ما مجبور شدیم که فرار کنیم و منزل یکی از بستگان پناه ببریم. بعد 33 روز از تولد اولین فرزندم در حال گذشتن بود که یک شب ماموران سواک ریختن و خونه رو محاصره کردن و بعد از پشت شد دل من جای قصه ها بی تو مادر. رسول خدا گفت بهشت زیر پای توست، بخواب مادر. ایشون برای همیشه در حدود 10-11 روز بود در منزل نیامده بودن و در روز 8 تیر مثل اینکه به من الهام شده بود که آخرین دیدار رو باید حتما انجام بدن. تلاش کردن و بچه‌ها رو سوار ماشین کردن، رفتیم برای زندان ابی که ایشون رو ببینیم و بعد تصادف کردیم و که تو را آزاردم من مادر، حلالم کن. بعد از تو من بی پناهم، ای که بودی تکیه گاهم. خیز و بنگر اشک و آهم مادر، حلالم